خب بچه عزیزم بریم تمرین 4 رو حل بکنیم. میگه نمودار تابع با ضابطه y مساوی با 3 به توان x رو رسم کنید و مقدار تقریبی 3 به توان رادیکال 2 رو با توجه به نمودار به دست آورید. خب ما تو ویدیو تابع نمایی یاد گرفتیم که آقا تابع نمایی رو میتونیم به دو صورت حدودی یا دقیق رسم کنیم. بستگی داره ببینیم سوال از ما چی میخواد. الان سوال مقدار تقریبی 3 به توان رادیکال 2 رو میخواد. شبیه همچین سوالی رو ما تو فعالیت صفحه 99 هم داشتیم که اونجا 2 به توان رادیکال 2 رو از ما میخواست. باید بچه‌ها نمودار رو دقیق رسم کنیم، نمیتونیم حدودی رسم کنیم و بتونیم از تو دلش مقدار تقریبی این عدد رو به دست بیاریم. پس میایم تابع 3 به توان x رو رسم کنیم. من چون رسم تابع 3 به توان x رو تو ویدیو تابع نمایی با جدول توضیح دادم، دیگه اینجا جدول نمیکشم که حالا دیگه وقت شما گرفته نشه. من اول مقیاس بندی میکنم، بعد عدد گذاری میکنم، تابع رو رسم میکنم. خب من اینجا رو 1 میگیرم، این 2 3 4 همینجوری میرم بالا. این ورم 1 2 3 4 خوبه، این ورم همینطور. حالا با چند تا نقطه بهش میدم، بعد رسم میکنم. خب اولین نقطه 0 دیگه، 0 بدیم بهش. آقا 0 بدیم به تابع 3 به توان x میشه 3 به توان 0، 3 به توان 0 هم میشه 1. پس من 0 دادم 1 گرفتم، میشه این نقطه. بعد 1 بدیم میشه 3 به توان 1 یا همون 3 میشه این نقطه. بعد 2 بدیم میشه 3 به توان 2 میشه 9. پس 2 بدیم میشه 9 میشه این نقطه. 3 بدیم میشه 3 به توان 3 که میشه 27. دیگه جا نداریم نشونش بدیم. حالا تا اینجا کافیه. از اون ورم منفی ها رو بدیم. آقا منفی 1 بدیم میشه 3 به توان منفی 1. توان منفی باید پایه رو معکوس بکنیم، توان مثبت میشه 1 سوم به توان 1. 1 سوم بچه اینجاست تقریبا. بعد اگه بهش منفی 2 بدیم میشه 3 به توان منفی 2. توان منفی پایه معکوس میشه 1 سوم به توان 2 یا همون 1 نهم. 1 نهم دیگه خیلی عدد کوچیکه و به محور x ها خیلی نزدیکه. حالا دیگه منفی 3 نمیدم چون میشه 1 بر روی 27 منفی 4 بدیم میشه 1 بر روی 8 دیگه نمیتونم نمایش بدم. حالا همینا رو با هم بس میکنم. خب اینجوری میره بالا. اینم از اون ور ادامه پیدا میکنه، به محور x ها نزدیک میشه ولی قطعش نمیکنه. خب از ما چه میخواد؟ مقدار تقریبی 3 به توان رادیکال 2 رو میخواد. خب ما الان تابعی که داریم چیه؟ y مساوی با 3 به توان x. برای اینکه 3 به توان رادیکال 2 رو حساب بکنیم باید اینجا 3 به توان رادیکال 2 ببینیم. خب چجوری ببینیم؟ باید جای xش رادیکال 2 بذاریم تا 3 به توان رادیکال 2 ببینیم دیگه، و جواب 3 به توان رادیکال 2 همون y. پس در واقع من تو این تابع باید به جای xش رادیکال 2 بذارم ببینم یش چی میشه. خب رادیکال 2 کجاست رو محور x ها؟ باشه رادیکال 2 تقریبا 1/4 اینو گفتیم، اینجا میشه تقریبا. حالا مگه اینو بدم میشه این نقطه، میشه اینجا، میشه این نقطه. حالا اینجا چه عددیه؟ یه چیزی بین 4 و 5 میشه 4 و خورده ای. پس این میشه 4 و خورده ای. خورده ایش بچه مهمه بگید حدوداً چنده. 4 و نیمه، 4 و 2 دهمه، 4 و 1 دهمه، 4 و 8 دهمه. اینو مهمه که بگید. خب بریم ببینیم که حدوداً چنده. بچه قبول دارید اینجا یه چیزی بین 4 و 5 و از 4 و نیم بالاتره. 4 و نیم وسطشه، این بین 4 و نیم و 5. اگه شکل درست کشیده باشیم، مثلا من از کاغذ شطرنجی استفاده کرده باشیم، همه چیز اصولی باشه، یه چیزی بین 4 و نیم و 5 میشه. میتونی 4 و 6 دهم در نظر بگیری، 4 و 7 دهم، 4 و 8 دهم، 4 و 9 دهم. ولی مشخصه این قرمزه وسط 4 و نیم و 5. ببینم میشه زوم کرد؟ نه، وسط 4 و نیم و 5. مثل 4 و 7 دهم و 4 و 8 دهم عدد خوبیه. پس من اینو یا 4 و 7 دهم در نظر میگیرم یا 4 و 8 دهم، فرقی نداره، هر کدومشون بگی خوبه. حالا پس مقدار تقریبی ما که حالا y شد، ما تقریبا چند در آوردیم؟ 4 و 8 دهم. حتی میتونیم با نرم افزار و ماشین حسابی که تو نرم افزاره
تست کنیم. بیاید تو نرم افزار ببینید آقا این 3 به توان رادیکال 2 شد چند؟ 4 و 7. پس ما خیلی خوب در آوردیم دیگه. ما 4 و 8 گفتیم، خیلی نزدیکه. شما چه 4 و 7 بگیم چه 4 و 8 بگیم درسته. ولی خب بچه‌ها این سوال ارزش امتحان تشریحی نداره. چرا؟ چون کاملا بستگی داره شما چجوری میکشید. و تو امتحان تشریحی حالا اگه در سطح نهایی باشه باید کاست شطرنجی براتون بذارن و چون باید خیلی دقیق بکشید. میدونید یعنی انقدر سوالای خوبی تو این فصل تابع نمایی هست که حالا خیلی سمت این سوال نرن برای امتحان نهایی. برای احتمالش هست که بیاد ولی احتمالش خیلی کمه. حالا این از سوال 4 قسمت الف. خب بریم سراغ قسمت ب. این دفعه باید تابع y مساوی 1/2 به توان x رو رسم کنیم. خب من باز هم از جدول استفاده نمی کنم، مقیاس بندی می کنم و عدد میدیم. خب من اینو 1 بگیرم، 2 3 خب بریم عدد بدیم. با 0 شروع کنیم. آقا 1/2 به توان 0، هر عدد به توان 0 می شود 1. پس 0 دادم، 1 گرفتم میشه این نقطه، بعد 1 بدم بهش میشه 1/2 به توان 1 یا همون 1/2. 1/2 میشه اینجا نصف 1 دیگه. بعد 2 بدم میشه 1/2 به توان 2 یا 1/4. 1/4 میشه نصف 1/2. اینجا 1/2 بود، نصف 1/2 میشه اینجا. بعد 3 بدم میشه 1/8. خیلی نزدیک میشه دیگه، نمیتونم نمایشش بدم دیگه. مثلا 4 بدیم میشه 1/16. خیلی دیگه نزدیک 0 میشه، نمایشش سخت میشه. بریم سراغ منفی ها. آقا منفی 1 بدیم، 1/2 به توان منفی 1. توان منفیه، پایه باید معکوس بشه، توان مثبت میشه 2 به توان 1 یا همون 2. منفی 2 بدیم میشه 1/2 به توان منفی 2. پایه رو معکوس میکنیم میشه 2. 2 به توان 2 میشه 4. پس منفی 2 بدیم میشه 4. بعد منفی 3 بدیم، 1/2 به توان منفی 3، پایه رو معکوس میکنیم، توان مثبت میشه 2 به توان 3 یا همون 8. منفی 4 بدیم، اگه منفی 4 بدیم پایه معکوس میشه 2 به توان 4 میشه 16. 16 رو بچه‌ها جا نداریم نمایش بدیم رو محور ایگرگ. همین تا نقطه منفی 3 و 8 خوبه. حالا اینا رو به هم بس میکنیم. این رو هم بس میکنیم اینجوری میشه. خب حالا بریم اون چیزی که میخوایم و مقدار تقریبیش رو حساب کنیم. 1/2 به توان رادیکال 5 رو میخوایم. خب من تابعی که دارم 1/2 به توان x. چیکار کنم 1/2 به توان رادیکال 5 ببینم؟ باید جای xش رادیکال 5 بذارم که 1/2 به توان رادیکال 5 رو ببینم و جواب 1/2 به توان رادیکال 5 همون y ماست. ما باید y رو به دست بیاریم. انگار ورودی رو یا x رو رادیکال 5 دادیم، باید بریم ببینیم y چیه. خب رادیکال 5 این تو ورودی اینجاست. 2 دهم بچه‌ها تقریبا. اینو تو فعالیت صفحه 99 هم بهتون گفتم. رادیکال 5 تقریبا 2 دهم بهش بدیم میشه این نقطه. خیلی بگی نگی خیلی دقیق و خوب نتونستیم به دست بیاریم. میدونی انقدر مقیاس بندیمون رو محور ایگرگ و نزدیک همه خیلی مشخص نیست. من نظرم اینه که مقیاس بندیمون رو محور ایگرگ یکم بازتر و گشادتر در نظر بگیریم که بتونیم نمایش بدیم. خب بذارید من مقیاس بندیمو تغییر بدم. یه چی تغییر بدم؟ یعنی قبلا یه مربع رو من به اندازه یک ضلع مربع رو 1 در نظر میگرفتم، الان من اینو 1 در نظر بگیرم خیلی بهتر میشه، جزئیات بیشتر مشخص میشه. اینو بگیرم 3، اینو بگیرم 4، اینو بگیرم 5. حالا عددمون رو بدیم. آقا 0 دادیم شد 1، منفی 1 دادیم شد 2، منفی 2 دادیم شد 4 دیگه، منفی 3 بدیم میشه 8 دیگه، نمیتونیم نمایش بدیم. و 1 بهش دادیم شد 1/2، 1/2 میشه اینجا، 2 بهش بدیم میشه 1/4 میشه اینجا. خیلی بهتر شد دیگه. بعد 3 بدیم میشه 1/8 میشه اینجا.
وقتی نمایش تاب سخته مقیاس بندیتون عوض کنید، میتونید خیلی قشنگتر نمودار رو بکشید. خب ما می‌خواستیم رادیکال 5 بدیم، ببینیم چی میشه. آقا رادیکال 5 بدیم 2 میشه اینجا. بعد خروجیش میشه چند؟ میشه اینجا. آقا این 1/2 بود، این بابا 1/4 بود. این قرمزه از 1/4 یکم کمتره. 1/4 25 صدم بچه. این از 25 صدم کمتره. مثلا میتونه 0.2 یا 1/10 باشه. 1/10 یکم پایین تره. این به نظر میاد 0.2 باشه. پس آقا چیکار میخواستیم بکنیم؟ 1/2 به توان x بود. باید اینجا xش رادیکال 5 گذاشتیم. ایگرگمون شد تقریبا 0.2. یکم از 25 صدم کمتر باشه. یا 0.2 یا 1/10. حالا میتونیم اینو تو ماشین حسابم حساب کنیم. نگاه کن. 1/2 به توان رادیکال 5 بذاریم. آره میشه چی؟ واقعا تقریبا 0.2. یعنی من خیلی شکلمو خوب کشیدم که 0.2 به دست اومد. حله. حالا 0.2 1/10 خیلی فرق آنچنانی نداره، اون یه ذرهش مشکلی نیست. مهمه که مثلا بتونی بگی آقا کمتر از 25 صدم. حله. این از قسمت ب.